وزارت تندرستی تاجیکستان شام 24 سپتامبر خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری یگان حالت نوی سرایت شهروندان به کرونا ویروس ثبت نشده است و تا شام 24 سپتامبر در کشور چه در شرایط خانه و چه در بیمارستان ها یگان بیمار کرونا ویروس نبود. این وزارت آخرین حالت سرایت شهروندان به کرونا ویروس نوی کووید 19 را 12 سپتامبر تصدیق کرده بود و از 13 سپتامبر به این طرف اینک 12 روز باز پای هم هر روز ادعا میکند که شبانه روز آخر در جمهوری تاجیکستان یگان حالت نوی گرفتار شوی شهروندان به بیماری کرونا ویروس نوی کووید 19 به قید گرفته نشد. در مجموع از اول به قیدگیری پاندمی تا شام 24 سپتامبر در تاجیکستان رسما 17084 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس به قید گرفته شده. از این شماره تا ثانیه ذکر گردیده 16953 نفر از این بیماری شفا یافته، 124 نفر متاسفانه فوتیدند. وزارت تندرستی شام 13 سپتامبر وقت بار اول از 21 ایون خبر آشکار شدن یگان حالت نو کرونا ویروس را در کشور اثبات میداد گفت چاره‌های اندیشیده حکومت به ویژه معرکه واکسینه زنی سراسری اهالی کلانسال تاجیکستان باعث شد که پاندمی کرونا ویروس در تاجیکستان به نیستی رسانیده شد. بسیاری ها به ادعای وزارت تندرستی برای به نیستی رسیدن پاندمی در تاجیکستان با شبهه نگاه میکنند و میگویند هرچند وسعت دامنه بیماری نظر به تابستان کاهش یافته است ولی هنوز به حدی نیست که از کاملا نیست شدن پاندمی در جمهوری تبلیغ شدی بزنیم.